مدلینگ کار مدلینگ و اینا هم. خب از این برم مدلینگ هم تازه شروع کردم. مدلینگ رو تازه شروع کردم. تو حرفه مدلینگ هم مدلم هستم. مدل هم مدلم فشن فعالیت میکنم، حالا به اصطلاح مدلم. توی حوزه فشن یا همون به اصطلاح مدلینگ دارم. این مدلینگ. میگم اون قدری که ایران مدل داره لباس نداره. میدونی درد کجاست؟ درد اونجاست که انسان‌ها دارن بابت ظواهر هم به خودشون و هم به دیگران ارزش گذاری میکنن. حتی یک مدل تو حرفه مدلینگ هم فقط ظاهر کافی نیست. برای یک مدل بیشتر از هر چیزی این مهمه که چقدر عزت نفس توی چشماش دیده بشه، نه لنز چشم کردی. یک مدل بیشتر از زوایای چهرش یا اینکه فکش چند درجه باشه، این مهمه که چقدر میتونه عواطف و احساسات رو انتقال بده، اینکه چقدر هوش عاطفی داره. پس حتی تو حوزه مدلینگ هم ظاهر قیافه فقط کافی نیست، بلکه یک شخصیت باثبات و تأثیرگذار لازمه. نظرات خودم رو مبتنی بر علم روانشناسی اکت میگم. اگه دوست داشتی پیج من رو داشته باش.